منتظر میشویم سبقت نهایی برای شاه جایزه. در اینجا سبقت دارند پهلوانان شناخته شکرمحمد میرمحمدov و نوروزبekov. البته دیده می شود که شکرمحمد قوی جوسه است نسبت نوروزبekov، اما ورزش است. هر گونه تصادف شده ممکن. ما یک سبقت جالب را انتظار هستیم. داوری بالای گیریم پهلوان نوروزبek شهر خارو. از طرف دستی چپی داوری بالای گیریم پهلوان شناخته تاجیک میرمحمدov شکرمحمد. اینا کلاکه اعلان کردن و حالا سبقت اساسی مسابقه است، یعنی جایزه اساسی برای گرفتن автомобیل اینجا مبارزه میبرند. هر دو پهلوان شناخته هستند، اما شکرمحمد میرمحمدov در سطح جهانی در مسابقه شرکت داشته است و البته تجربه و مهارت و استعداد بلند دارد. البته شکرمحمد تجربه بیشتر دارد، ولی نمیدونم، نگاه میکنم که به فکرم پای شکرمحمد و پایش رو احتیاط میکند کم. نوروزبekov هم امکانیت خوب دارد. وقتی که به میدان برآمد الکی جرأت کرد، جسارت کرد. البته حتما امید به پیروزی دارد. و هم توانست که تا سبقت فینالی راحت یابد. این الکی یک موفقیت کلانی است. اینجا او توانست که بختاور زمیرов رو یکی از پهلوانان خیلی با مهارت ولایت است. محمدزاده رو در دور یکم مغلوب ساخت و همین خیلی تو دور نهایی رسید. اینجا علاقه تصادف نیست. شکرمحمد احساس می شود که پایش کمی درد می کند. خوب به نزدیکی جراحی کرد و برای همین احتیاط می کند. نوروزبekov باید کوشش کند از میدان بیرون نشود. باید کوشش کند که در مابین میدان باید گوشتین گیرد، چون که وقتی که از میدان بیرون می شود می تواند آگاهی بگیرد. برای همین باید در مابین میدان باید قوا آزمایی را ادامه دهد. شکرمحمد در نزد مربی الچنین چند مدت مشق کرد و یکی از مربیان معروف سابق شوروی است. بله، بسیار کمک می‌رساند. بعد رسول باقیوف را مشق داده بود تا به جایزه دار بزرگ المپی برد. و حالا می‌بینیم خب حالا همون اصول زیبای خود رو شکرمحمد کوشش میکند استفاده برد. بله مهارت ثابت، تجربه است. بله آفرین با نوروز، آفرین با شکرمحمد. صاحب جایزه اساسی автомобیل گردید. بله شکرمحمد میرمحمدov رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان میگردند. با افتخارشان یک کف میزنه. ما هم تبریک میکنیم شکرمحمد میرمحمدov را برای گرفتن چنین جایزه عالی مسابقه امروزه و اما اونایی که در این مسابقه شرکت داشتند و غالب آمدند یا شرکت داشتند تبریک میکنیم. جام 90 کیلو برای گرفتن مکافات پیش میز
فخری بیاید. خب رجب نورالله با منبر میبراید، در مقام سیوم جای میگیرد. همچنین سمیرов بختیوار نیز جای سیوم میگیرد و جای دوم نصیب نوروزبکوف و مقام اول رو در این مسابقه نصیب شکر محمد میر محمدوف میگردد و مراسم جایزه سپاری شروع می شود. ولی با نوروزبکوف جایزه می سپارند. شکر محمد میر محمدوف شریف الله و رئیس ولایت میرزا نبود علیشیر خدوبردی این جایزه اساسی مسابقه رو با غالب مسابقه شکر محمد میر محمدوف تقدیم میکند. اینک دوستان عزیز، در همینجا مسابقه ورزشی بخشیده به جشن نوروز و اتمام میرسد. تا مسابقه های دیگر شاد و پیروز باشید. بار دیگر شما را با روز نوروز تبریک میکنیم. برای شما موفقیت در زندگی، سلامتی آرزو میکنیم. همیشه شاد و پیروز باشید.